سلام دوستای گلم، با یک آموزش مینیمال کیک ولنتاینی اومدم خدمتتون. خیلی ساده است، خیلی ابتدایی است برای دوستانی که تازه دیزاین کیک رو آموزش دیدن و یاد گرفتن. بسیار ساده انتخاب کردم تا راحت بتونن این کار رو انجام بدن. همونطور که دیدید من خامه رو توی قیف که ریختم، البته خامه رو قبلا هم توضیح دادم، با بریلو باید اون رو ترکیب بکنید که حالت روانی داشته باشه. در هر جایی در سطح کیکتون قلب‌های حالا کوچیک یا بزرگ یا حالا همه یک سایز یا خواستید سایزهای مختلف ایجاد بکنید. ابتدای فشار دستتون بیشتره و بعد فشار دست رو کمتر میکنید و بعد با یک رنگ دیگه، من اینجا از رنگ قرمز استفاده کردم. رنگ‌های صورتی هم خیلی زیبا هستن برای ولنتاین. این کار رو انجام بدید. مجدد روی همون قلب ها رو میان دوباره قلب قرمز رنگ میکشیم. هر جا ناصافی ایجاد شد هیچ ایرادی نداره. در انتهایی که تمام قلب ها رو همینطور روشون رو قرمز رنگ کردید، میتونید از سوزن هایی که مخصوص آیسینگ هستن یا اینکه اگر نداشتید از یک خلال دندون استفاده بکنید و اون ناصافی ها رو مثل من تصحیح بکنید. ابتدا تمام اونها رو همینطور که میبینید خیلی با دقت این کار رو بعد دقت کنید که دستتون به قسمت‌های دیگهش نخوره. فاصله دستتون رو رعایت بکنید. با دست دیگه‌تون زیر دستی که داره کار میکنه رو بگیرید تا بتونید تعادل خودتون رو حفظ بکنید. همونطور که میبینید با خلال من تمام اون ناصافی ها رو از بین بردم و اونطور که دلم میخواست اون رو دیزاین کردم. همین کاری رو که برای سطح کیک انجام دادید خیلی راحت میتونید برای دیواره کیک هم انجام بدید. فقط دقت کنید اگر دمای دست شما زیاد هست یه دستکشی چیزی بپوشید که حرارت رو کمتر منتقل بکنه، یا اینکه باید سرعت عملتون بالا باشه و خامه رو خیلی سریع پایپ بکنید روی دیواره کیک که آب نشه، چون خامه اگه آب بشه شره میکنه و اون زیبایی کار شما رو از بین میبره و باز صاف کردن اون و مرتب کردنش، چون بقیه کیک رو دیزاین کردید کار سختی هست. خب مثل بالا دوباره روی همون قلب هایی که هر جایی که دلمون خواسته، یعنی فضاهای متعارفی رو ایجاد کردیم، توی اونها میایم دوباره پایپ میکنیم و اون زیبایی رو که دلمون میخواد خودمون روی کیکمون ایجاد میکنیم. سعی کنید فضای نامتعارفی روی کیک نباشه، یه دفعه تو ذوق بزن. امیدوارم از این دیزاین مینیمال ما هم لذت برده باشید.